رحمانوف میبیا منطقه تو وزیر رئیس جماعتی آماده زن و دختر و مادر تا پیش رحمانوف بروری کرتای اصیل کرتا سر لیج میبروری پیشش گل در دستش میبروری. اگر نظام مهمون نوازی باشه من آماده ام که مادر من همشه برای پیشواز روبر دولت کنش نمیدم. انا که گپ زدی من دیگه گپ ندارم تو گپ زدن گیر. ایم نظام مهمون نوازی دیدن ناموسی تو بالاتر زنی تای پیش رحمانوف بروورده است تو گجا نظام میگوی مرا ای به ناموس ای مرگ شما برین جوان مردا که زن تا که همسری تا است برای تو حلال است تو پیش رحمانوف زن تامه بروورده است دیگه من تخدی چی بحث کنم. اگر رفت شب رحمانوف در یک هتل رفت در یک رستوران رفت گفت که آی چاپلوس زن و خواهر و مادر تا مهمان نوازی من بیار پس میبری پیشوای ملت به دست. روی انصاف گپ زنین چاپلوس های محترم روی انصاف. سلام علیکم. علیکم سلام. اکا سلام سوز نوازی. تشکر. اکا گفته من موضوع شما در یک گپ زنیم. فرما. موضوع شما چی ناموس چی است؟ مسئله ناموس مسئله اینه که چرا زنی تاجیک خواهری تاجیک باید در پیش اجنبی هم بروی گل دسته خطی باید در پیش 4 تا چرتکای نام احمقکایی که اونگر و سگایی که ازن در پیش هم زن تاجیک باید استاد شوه در پیش رحمانوف باید برقصه در پیش رئیس و وزیر باید برقصه. چرا چی سببش است برای ما؟ شما همه نظام مهمان نوازی را میدونید؟ نه خب بر پدرش نلد نظام مهمان نوازی همین زن و خواهری تاجیک باشد. تو آماده ای که خواهر تا پیش یک اجنبی بروی بگوی نظام مهمان نوازی های همین کارا میکنی؟ اگر ابله نباشین شما این یک نظام اداره کنی دولت تمام این همین نظام اداره کنی دولت خودت رئیس جماعت صبر که نظام دولت داری. نه یا دقیقه من روشن قضیه را بفهمونم بعد شهر بده. مسئله رو من بیارم من بیار مسئله تا فهمیدم. ما بس گپ زنیم. نه گوش کن مرا اولی مرا گوش داد نزن مرا گوش کن خب مرا گوش کن خب اوا چه منبری تو نیست مرا گوش کن منبری مردم مرا گوش کن تو مردم نیستی مرا گوش کن گوش میکنی آروم شو گوش کن سوال تا بده جواب تا بگی ولی مرا گوش کن. خودت رئیس جماعتی عمر رحمانوف مهمان میبیو پیشت زن و دختر و مادر تا پیشش میبره یا که نه همین جواب ده انا امیر ها یا نه بگو با موضوع تا درش جواب بده این بیرون نرو که خدت میکنم در کار ندارم تا میبره یا نه آخه گوش کن بس همین سوال بده جواب بده همین سوال بده نه جواب بده ببین انانای تاجیکی خودت آماده انانای تاجیکی همجا پیاده بکنی. گوش کن خب نه خب نمیکنم خودت آماده انانای تاجیکی در این پیش رحمانوف پیاده بکنی. گوش کن خیلی بگم من گوش کن بگو سوال دادی گوش کن. نه من سوال دادم جواب من نگرفتم. رحمانوف میبید تو رئیس جماعتی زن و دختر و مادر تا پیش میبروری اگر گوش کن میبروری یه بار دیگه میبروری ای بچه تمی سوال دادی آخه ها یا نه زن و دختر و مادر تا پیش رحمانوف میبروری بس ما گپ بزنم اولی انا میره ها و نشه بگو گپ بزن میبروری نه اول همین جواب ته با من قضیه من نسبت تو معلوم میشوه میبروری یا نه کدام مسئله تو چی گفته وقتی رحمانوف میبیا منطقه تو وزیر رئیس جماعتی آماده زن و دختر و مادر تا پیش رحمانوف بروری کرتای اصیل کرتا سر لیج میبروری پیشش گل در دستش میبروری. اگر نظام مهمون نوازی باشه من آماده ام که مادر من همشه برای پیشواز روبر دولت کنش نمیدم. انا که گپ زدی من دیگه گپ ندارم تو گپ زدن گیر من نوشتینگ و میگیرم تو گپ زدن گیر بیا انا که گوش که ابله تو به دستی که مادری مهربان تا پیش رحمانوف کونی لیج بروی نشان بودی همه گوش کن تاجیکا رسم آیین مهمان نوازی رو تانه سیاه کرده رسم رسوم تاجیکی نیست پدرسگ و میلت ها بناموس نکنید پدرسگ تیه خدا زده در کجا تاجیک گفته زن تا زمان کمونیست روس شوروی در تاجیک زنش نبرآورد در کجا شما رسم رسوم تاجیکی گرفته
در کجا؟ خدازاده همین تو نظام مهمون نوازی را میدونی یا نه؟ ای نظام مهمان نوازی دیدن ناموسی تو بالاتر زنی تای پیش رحمانوف برآورده است تو گجا نظام میگوی مرا ای بناموس ای مرگ شما برین مرگ شما برین جوان مردا که زن تا که همسری تا است برای تو حلال است تو پیش رحمانوف زن تامه برآورده است دیگه من خیلی چی بحث کنم مراسم داشته باشی خش توار بیایا پدری خونه تا یک مادر تا دیگه تا نمیبره برای پیشواز میمونه رحمانوف شویو چطه آخی یو کی از ند ای ابله یا که تو دیدین طاقت گپ حق نداری با من اگه این نفر بیا حتما بحث داره تو میگوی وقتی خش توارد میبیا من میگو رحمانوف شویو چطه یو از ند خش توارد نیست رحمانوف یک روبری دولت و بعد روبری دولت از اوچتا پیشش میبروری ای بناموس شخصیت که ارزشی مثال یک ارزش عالی داره اگر رحمانوف دعوت کنه مادر و خواهر و زن تا پیشش میبری حال همون روبری تو در کنی همون رو استغفر الله در کنی همون روبری تو گفتی گفت که همون روبری پیشش خونه بیا میمون نوازی تو نمیبروری همون نه آخی بچه من رنگی تو بناموز نیستم برای یک زن برای مادر خداوند اجازت کیکی ها را داده است ای بچه خداوند اجازه داده است که پیشی که همسری تو ببره پیشی که مادری تو برویا ولی رحمانوف با 10,000 نوکرش تو مراد تلخ هم پیش مادری تو می اومده است او سرسفیدی کیه اونو مشاور جا می اومده است یتیم فهم می اومده است کارگری امنیت هم تو ناموس دگی جا است نخواد تو زن تا پیش رحمانوف بروری اوی بناموز آقی اوی خدا اوی پروردگار به این ملت رحم کن چاپلوس به اندازه ای که اگر صبر که اینجا خدا زدگی من و تو معلوم شده است که خدا تو را زده است که مادر تا اجازت میتی پیش رحمانوف بروا خدا زده میگون رحمان و پیشوای ملت تاجیک اگر آخر پیشوای ملتت بوده است در کجا در رسم و رسوم گفته است آچتا پیش رحمانوف برور خدا زده میگون مهمان نوازی این مهمان نوازی یک کاری گو خوردی گفتی اون گپا مهمان نوازی اگر همین باشه که زن تا پیش رحمانوف بروری من گذشتم به نام خدا قسم از بر همون فرهنگ گذشتم از بر همون مهمان نوازی گذشتم از بر همون رسم و رسوم تاجیکیه که اگر زنی تو پیش رحمانوف ببروی تو خرسن شوی رد مرکه اگر رحمانوف دعوت بکنه که زن و مادر تا یک شب پیش من بر میبریش تو یک رد مرکه کشیدی بعد دیگه نمخلی گپای ابلهانه گفته میگردی یا خاموش که به خدا قسم من رکو همین نروی های سرم که جوش اومد زن کسایی که من را میبینیم من ببینیم شماره برادرها چند نفر هست قریب 3,000 نفر زن دایره خود چه داره مادر که اینقدر ما عزیزش میشماریم مادر خواهر یعنی خواهر ناموسی ما این چاپلوس ها میگه که به خاطر رسم و رسوم من خواهر و مادر رو حتی زن من پیش رحمانوف میبرورم اگر رفت شب رحمانوف در یک هتل رفت در یک رستوران رفت گفت که آی چاپلوس زن و خواهر و مادر تا مهمان نوازی من بیار پس میبری پیشوای ملت به دست روی انصاف گپ زنین چاپلوس های محترم روی انصاف